ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی یا ماه شوق و به نام خداوندی بخشنده و مهربان. از علی خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: روزه ماه صبر یعنی رمضان و از هر ماه 3 روز روزه گرفتن کینه دل را دور می کند. روایت بزار و طبرانی. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. در شرح این حدیث علما می گویند پیامبر صلی الله علیه و سلم ماه رمضان را ماه صبر نامیده اند، زیرا انسان در این ماه از صبح صادق تا غروب آفتاب نه تنها از خوردن و آشامیدن و جماع خودداری می نماید، بلکه از غیبت و تهمت، دروغ و بهتان و سخنان فحش و بیهوده نیز خودداری می کند و برای این همه انسان نیاز به صبر دارد. به این خاطر روزه ماه رمضان و از هر ماه هجری قمری 3 روز، خصوصاً 13، 14 و 15 هر ماه هجری قمری روزه داشتن ریشه کینه را از بین می برد. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك. بله برادر و خواهر ایمانیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم رمضان را ماه صبر گفتند، یعنی صبر کردن نه تنها از آشامیدن خوردن بلکه از تمام گناهان، از غیبت و تهمت، از دروغ و بهتان، از سخنچینی و عموما از همه گناهان صبر کردن. رمضان یک معلم است که وادار میکند که ما در این ماه از این گناه ها خود را باز داریم و این چونین تمامی سال باید این چونین زیست، از این گناه های کبیره دور شویم. و این چونین از مضمون این حدیث ما فهمیدیم که روزه ماه رمضان و از هر ماه هجری قمری 3 روز روزه داشتن کینه را از دل پاک میگرداند. پس با روزه رمضان و از هر ماه 3 روز روزه داشتن دل خود را از کینه و بدبینی پاک بگردانیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.